بله بفرمایید. برادر میدونستی که در سال 1999 آلمان شوروی حمله کرد به روسیه و روسیه خواستش که جلوشو بگیره. کشوری بود در اونجا به نام کشور نزدیک نگیر. تو روسیه کشور داشتم میگفت اینجا بگیر. داشتم میگفت برای منم نیست. 3 2 1 نخند. سلام. اومدیم با قسمت اولی دست جوک با مهمونای عزیزم مهراد انیکس، هستی حضوری، موجی درود و مرشاد. بریم برای دوستان ببخشید یادم رفت بگیم که اگر ویدیو رو دوست داشتید حتما لایک کنید و چنلمون رو سابسکرایب کنید. مرسی. بریم برای تماشای ویدیو. چه بنده شروع کنم؟ شما اسمت چون اسم خودت نیست بفرمایید. نگاه کنید دوستان، توجه کنید. ببین زن من یه تیکه جواهره، خب فقط مشکلش اینه تو هیچ کاف صندوقی جا نمیشه. از همون گروهیم دارم خندم میره. عالیه. نه اومدی تیکه بندازی نتونستی خندتو جمع کنی. دیدی؟ میگه که میدونی تو کشور عربی به بیسکویت هایواجی میگن؟ دست رو دردم. خب دارم میگم السلام علیکم فی امان الله. سوچه خوبی بود. چقدر مسکن. میگه که یه 1000 پا از دیوار میفته. میگه آخ پام 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 پام. ناموسا خیلی بی‌مزه‌ن اینا. این تاثیرگذار بود. ولی من تورانیه. خوب گوش کنید. یه مرده یه روز میره تو کوپه قطار با یه زن غریبه همسفر میشه، دوتایی با هم توی کوپن. خب شب خانومه میره بالای تخت بالایی میخوابه، میگه به مرد تخت پایینیه میگه که من سردمه، کاشکی یه مرد خوبی بودش میرفت واسه ما یه پتویی میآورد. مرد میگه بیا یه فکری کنیم، امشب فکر کنیم با هم زن و شوهریم. زنم که بعدش نمیومد میگه چرا که نه. بعد مرده اینجوری میکنه حالا بیا پایین. زنه میاد پایین، میاد بغل تختش وای میسه. زنه منتظر یه چیزیه که بگه، میگه برو 2 تا چای بیار، یه پتو هم واسه خودت بیار تا زنم میاد. خیلی بی‌مزه. خیلی بی‌مزه بود. مثل مال تو بود. به من چه؟ من گفتم بلد نیستم. میدونی اگه مارا رو کتک بزنی چیکار میکنن؟ برام مهم نیست. میرن بوهاشونو میارن. My God. یارت داره میخنده. درست میشه ایشالله. میدونی به ماهی که فیش بانکی صادر میکنه چی میگن؟ فیش ماهی. میگه که یه بوقلمونه میره عروسی، ازش میپرسن که اونجا چه خبر بود. میگه خیلی شلوغ بلوغ بود. تموم شد. نوبت منه. بچه‌ها چون جوکای من بی‌مزه است میگم. یه ژاپنیه با عصبانیت به زنش میگه هینسان نوتی که کیشوچین. زنه میگه تو میسان کیشوچونو. خوشم میاد انقدر اسکولی دارید به حرفام گوش میدید. من که ژاپنی خیلی میفهمم. برو. میدونی اگه یه اسکلت از دیوار بپره پایین چی میشه؟ قورت میشه. نه چون جیگرشو نداره هیچ وقت این کارو نمیکنه. اسکلت دیگه. احسنت. خوب گفت. میدونی ماهی‌ها غذاشون رو تو چی سرخ میکنن؟ احیانا آدم تابه نیست. متاسفانه هست. ما 2 قدم جلوتریم. دارم برات. توی اینقدر هوا گرمه نزدیک هممون تق صدا بدیم و تبدیل به پوفیلا بشیم. واقعا یه پوشی. واقعا شوهرم میز. همچنین من. داشتیم مرشاد جان. میدونی به تخم خر به کی میگن؟ کسی که تخمه میخره. دقیقاً. تخم خر چرا؟ ببین مثلا برو تخمه بخر. 206. تو
غلط میکنی. میدونی چرا همون لخت همه رو میبینه؟ چرا؟ چون دوش داره. دوش داره؟ باش. من جوشان تموم شد. میگه که یکی زنگ میزنه به جعفر، میگه من میرم. جعفرم میگه خب به کی بگم؟ میگه که نه من میرم. جعفر میگه خب نه به کی بگم؟ میگه که نه داداش من آقای میرم. میدونی منم بابا. میدونی بخوام 2 تا بگم خب نمیتونی که. نه دیگه هیچی مثل سابق نیست. بیسکویت مادرم مزه عمه میده. واقعا بی‌مزه این بچه‌ها. یعنی اگه نمون الان یکی جلویم مهر مادر شیر مادر بیسکویت هم نشه. میدونی شباهت بابام با پول چیه؟ هیچ وقت هیچ کدومشون رو نمیتونم ببینم. بابات کجاست؟ همون جایی که داری فکر میکنی. صافت. بابا میگی نه خودشو گفت. حالا فرقی هم نداره ولی خب میدونی فراتر از فراموشی چیه؟ فرگربه‌ای. تاثیرگذار. خیلی. میدونی چاییا چجوری هم دیگر تشویق میکنن؟ چجوری؟ ماسالا 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 ماسالا. مثلا بسفگین مثلا چی ندارم من میگم. خودم خندم میگیره وقتی میگم. رفتم پیوی دختره گفتم سلام. گفت از کجا اومدی؟ گفتم کنعانم گندم داری. خندید به خدا خندید. نه لبخند حسابه. باشه بابت منم میشه. بابت شما هم میشه بله. آقا مورد داشتیم مرد زیر تابوت زنشو گرفته از بس خوشحال بوده داد میزده لا اله ای والله. چرا میخندی؟ پشت صحنه چرا میخندی؟ آقا چه بردار نخندی برادر. خیلی بی‌مزن اینا. ببین من انقدر کارم تو خوابیدن عالیه که میتونم چشم بسته انجامش بدم. آروم باش. چه کاری؟ خوابیدن نه داور خندید مرد دوید اینم خندید سید از تو انتظار نداشت بتونم مثبت 18 رو پیدا کنم اینجوری نمیشه. دقیقه آخر یه دور زدم به ماش کارو در آورد. یه بگم بفرمایید. منو نگاه کن لطفا. بفرمایید. میدونی که چرا یه کرد و ترک نباید با هم دیگه وصلت کنن؟ وای چون بچه‌شون ترد میشه میشکنه. خیلی جالب. میخوام بچه‌شو صدا کنم میگن توردینه جان. یه لحظه وایسا. ممکنه بچه‌ها یه ذره مثبت 18 خواهش می‌کنم جدی نگیرید. آیا به رابطه جنسی ایمن اعتقاد دارید؟ نو من چون دور تختم برداشتم دیوار کشیدم. چند متر؟ 10 متر. خواهی تست کنی. 10 متر؟ کمه کنش نیست ولی دریک میتونه بیاد تو. بسوزه پدر تجربه. میگه که چرا بچوسیم کار به قسم میکشه به نظرتون؟ بگوزید که همه خوش و خورلان بریم بهتره بگوزیم که کار با خنده و خوشحالی تموم شه. یار خودش میخندن نه اشکال نداره. خدا اولی خندت چی چوکای خوبی داره. دو یه بار خندیدیم ما. چی خندید؟ چی جوک میگفته خندیدی یه بار. خودم جوک میگم که خنده حساب نمیشه. متاسفانه حسابه. چه دلغکیه. خب بگید هستی کنترل کن. داره حساس میشه. میدونی به دختر بامرام چی میگن؟ ای لعنت بدیم مال من پوریای ولی. به کی بگم دلغکی چقدر؟ به دیوار. دختر بامرام دا پوریای ولی. شما میدونید اگر زیاد موز بخوری چی میشه؟ میمون میشی؟ نه اوور موز میکنی. میگم
خب من میگم البته من تو چقدر عجله دارم. اینم بر اساس واقعیت متاسفانه. ما یه روز رفتیم یکی از شهرستانا، یه پیرزن شوهرش مرده بود، فامیل دور بودا. بعد هی داد میزد میگفتش که حاجی این اساتو کجا بذارم حاجی، و بزرگ جمع برگشت اینطوری که بکنش تو هنده دیگه. این هنده نیست. ببین دانشمندا ثابت کردن دلایل گریه خانم‌ها به شرح زیره. 10% در رو خوشحالیه، 20% در رو ناراحتیه، 70% واقعا چرا اصلا گریه میکنن؟ دلیلی داره؟ نه خیلی دقیق حال میده. چی حالا؟ مایک ما رو بدی. متاسفم اون عذرخواهی میکنم جفتشون به یه معنی هست. جز تو مراسم تشییع جنازه. خیلی بی‌مزه بود. دارک بود به نظرم بیشتر. من این جوکام من ببین وقتی دارم جوک میگم. آفرین. جعفر داشته نماز میخونده، بعد یه گنجشک محکم میخوره تو شیشه. بعد جعفر میگه که خدای من دارم با درد و دل میکنم، تو چرا داری انگری برد بازی میکنی؟ من نسخه ریوشو خیلی دوست داشتم. میگه بچه ها زندگی جاری است، شاید هم خواهر شوهر، ولی هرچی که از اقوام شوهر خیلی رو هست. آقا لاس هم لاسای قدیم. این لایک استوری چه مرگی بود افتاد تو دامن ما، خدا وکیل. دل بی‌مزه ای. من فقط همینو بود. چنده یه خندونشون میدونم داشتم قصه میخوردم توش مودیدن دیگه نخوردم. ناز بشی. هم رفتی توی سایت اولیه قندید. بابا 2 دقیقه بشین دیگه، اذیت هم نکن. از جوک بهتر میشه. سری دیگه چیکار بکنه؟ ناموسن جوک بهتر. بابا بعدی یه جوک میگم حالا همچین بخندیم. نوبتی کی الان؟ آقا من جوکام داره تموم میشه. به بابام میگم بدم میاد آب میبره تو لیوان شیشه‌ای بخورم، برگشتم میگه بریز تو آفتابی بخور، نگم داره. سالی فکر میکنه. سوال چندمی میخوای بخونی الان؟ بگو دیگه. چیکار داری؟ این داشتم نظری پخش میکردم میخوای بخونی؟ نه برو کجا برم؟ همون جایی که میخونی. خندید دیگه. آقا بازی داور داره. آقا داور الان چیه داستانه؟ میگم میخندی. آقا داور سریده. آقا فیلم بردار دوربین 3 ساکت. آقا داور. آقای دوربینی دوربینی؟ بگم. این دارم میخندن هار برداری یک نخند. بده امتیاز بگیرم. بچه ها پشت وانتیدی هم نوشته بود یا عیسی مسیح به طلب بیاییم اروپا الهی ها. اومدم خونه، بابام گفت چرا امروز سیگار نمیدی؟ راننده تاکسی امروز سیگار نکشید؟ گفتم نه پول نداشتم تاکسی بگیرم. یس. چرا تیرکس چرا تیرکس نمیتونه دست بزنه؟ دستش کوتاهه؟ چون منقرض شده. خیلی بی‌مزه‌ای باشه. ای بابا ببخشید آقا مهراد. که؟ توی؟ یکی اومده صبح در مغازه‌شو باز کنه، بعد موقع باز کردن گفتش بسم الله الرحمن الرحیم. وقتی کرکره رو داد بالا دید که همه مغازه رو بردن. کرکره رو داد پایین گفت صدق الله العلی العظیم. الله بچه میخوام یه شعر بخونم. شاعر بزنش گفت دل رو با دل به تو دادم که به من بوس بدهی، نکشم تا به سحر پشت کنی و چس بدهی. زنش یه شاعر میگه دل رو با دل به تو دادم که سخن گوش کنی، نکشم تا به سحر پشت سرم پوست کنی.
من دیدم نکن با دوست دخترم کات کرده بودم، خیلی ناراحت بودم. رفتم همون تا به عشقمون رگمو بزنم تا عشقمون جاودانه شه. چشمم افتاد به گلنار خانم، اصلا یادم رفت چیکار میخواستم بکنم. داشتم من این چیزا اصلا نمیدونم معنیش چیه. ارواح احمد میگم ها. معلمه میپرسه بچه‌ها مرغ به ما چی میده؟ یکی از دانش آموزاش میگه تخم مرغ، یکی دیگه میگه گوشت مرغ می‌خوریم. میگه آفرین بچه‌ها، حالا کی میدونه گاو به ما چی میده؟ یکی از دانش آموزا میگه تکلیف. چرا آروغ زد؟ هنخه هست که خندی. نه خنده بود. بگو زندگی که کردنی بود اینجوریه، وای به حال جون که دادنیه. جیسوس کرایست. بچه‌ها ما اینقدر فقیر بودیم که پول نداشتیم منو ختنه کنم. بابام با دربازکن نوشابه اونجا کار رو می‌کرد. از جا کنده دیگه فکر کنم. دربازکن زد پرید دیگه. بعضی همچین تو پستاشون آقامون میکنن انگار از طرف 2 تا شیکم زاییدن. تا حالا پیش نیومده برات نه؟ خیلی دلغکی. لاکون بودون؟ لکون آیکون بود اصلا مولا. نوبتی که بگو کنم ما باختیم. میدونین اگه رونالدو پیشرفت کنه چی میشه؟ رونالدو پیشرفته. رونالدو یاشی خیلی با مزه. برو بده ببین. کار داری بکنی هستی میدونی کدوم لبنیات بیشتر از همه خدمت میکنه؟ ماست. از ماست که من هست. نه ماست. چون خدمت از ماست. چون خدمت از بارکله. گفتم درستشو یاد بگیر. جوکای ما رو نگید دیگه، یعنی چی؟ میخوای بخند. چرا بس خراب داری جوکای ما نمیخندی جوکاتو میگم. مقاشر بخند تا جوکاتو نگم. اینو اینجوری کن. چه دافی بره. شما رو بدم پاره میکنی؟ تو الان به کدوم سایت رفتی یه دقیقه؟ اسمت چی بود؟ مهراد نه انیکس ایکس تاش سایت اولش که الان توشی؟ نه اون تو دست مهراد نیکس انقدر فوش نده، ادیتور رو سرویس کردی. کن وارد جزئیات نشده. آخرش همه به علت آلودگی هوا میمیرن، فقط یه عده معلم و دانش آموز مقطع ابتدایی باقی. چرا بی‌مزه بود؟ نمیخندی؟ خودمو بی‌مزه شدم. دوست دخترم گفت حوصله‌ام سر رفته، دعوتش کردم تو گروه. الان 2 روز هست که ازش خبری ندارم. داداش گلم مال مردم خوردن نداره، بیارید بذارید سر جاش. کار زشتی واقعا نکنید دیگه. آدم دو زیاد شده. خب میدونی بعدش بگم خیلی بده، فقط توجه نکن. دوست دخترم بهم گفت چرا به حرفاش نمیخندم. خودش بهم گفته بود دنبال یه رابطه جدی میگردم. میدونی اسم ریشاد چیه؟ چه مدلی بهش میگن؟ آره. بگو خودت بگو. بابا بگو. واسه باشه نخند. آقا این خنده نیست چیه؟ لبخند. پنیوایز مناطق محروم آوردیم نشون میده. راست میگه واقعا چرا شاید پنیوایز. بگو. چی؟ عبدالباسط اسم دخترش رو میذاره کوثر. مامانش هر شب ماهاشو شانه که هو لبتر. یه از فکرم مثبت 18 شد. ولی مال من مثبت 18. اینا رو به برادرای پشتیبانی لطفاً. از اول همیشه مثبت 18. ها؟ این خیلی بده. باید بخندن. من نمیخورم چیزای تو. بیا تموم شد خندید. آقا دوربین داریم چرا انقدر دوربین داره میگیره دیگه. آره دوربین باشه گوش کن. بگو. یه روزی من بابام خدای نکرده فوت کنه، به دوست دخترم میگم دیگه نخورم. میدونی چرا؟ چون مال یتیم خوردن نداره. اون صدایی که زدی میکروفون رو نمیخواد. اینا رو کاف کن اینا. بله تو میکنی خنده است. نخستم به دست
حیوان. خب بریم سراغ بی‌ادبی. آقا نه قدیم حداقل یه مش پول توش جا میشد، چند مسخال طلا میذاشتن توش، یکی دوتا کلید خونه بود، یه تیکه نونم بود، ولی الان چه همه شده اسفنج. بیشتر الان به جامعه این حوزه تخصصی شما بیشتر به بانوان بی‌احترامی کردی الان شما. با اون مارک کلالا کن لاکن کل ویدیو شده بوق. لطفا آیکون دیگه آیکون لاکن نخو. بعدی آیکون تو میخوای ادیت کنی ویدیو رو؟ بامیه به باباش میگه بابا میخوام با دوستم برم بیرون. باباش هم میگه باشه پس زول بیا. نه میگه زود بیا. میبینی چقدر جوکای بقیه رو میگی تو مخه؟ حالا اینا داشته باش. بخند منم جوکاتو نگم. همین الان من زیاد خندیدم. بچه به نظرم ایشان دیگه دعوا میشه ها. اگه من هستی استوری بذاره خواهرش نمیبینه. میدونی چرا؟ چون هایده. زنگ که بیشتر گفتگوه ها. سلام من به تو ساعت 12 جلو در بریم. نه ما خوری وایسا اوکی نه تو بیا خونم. زرافه ها وقتی عصبی میشن نمیتونن بگن. چی بگن؟ نمیدونم دیگه به اینجام رسیده، نهایتا دستشون به اونجاشون برسه. نمیتونم بگن دیگه دستم. دیگه به اینجام رسیده، مثل مهراد دستشون به اونجاشون رسیده. چیکار من داری؟ بس دیگه. سلام. آقا گوش کن آقا، جوک میگم. میگم وقتی ضایع میشن چی میشن؟ نمیدونم چرا به من گیر میشن. خار شلیل میشن. میدونی فرق خونه بابا با خونه شوهر چیه؟ خونه بابا با خونه شوهر. خونه بابا میخوری و میخوابی، خونه شوهر میخوابی و میخوری. میخوای دیگه جوک نگی تو کلا دهنت سرویسه. خودم من نولین رو برای سانسور کنم. آقای ادیتور دهنت. چی بگم خدایا؟ چون میخوام مجتبی نگه، میخوام خودم یه دونه دیگه بدم. همینجوری. وقتی دستتون به آهو نرسید از ناچاری عاشق خر نشید. از بابام پرسیدم مهراد، از بابام پرسیدم بابا من پرورشگاهی ام. خنده گفت آخه کدوم خری تو رو انتخاب میکنه؟ راجع به خودت داری اینا رو میگی؟ نمیدونم. میخواد بدیم به این بخوره، خودش داده میخنده. چیو؟ جریمه. من داورم. جریمه؟ میدونید اگه چند تا رنو با هم دیگه تصادف کنن چی میشه؟ همدیگه رو مگان. بله. همدیگه رو مگان. خیلی ماشین خوبیه. مگان؟ عالیه. سوار نشدم. یه روز اومدم به یکی پی ام بدم دیگه، چون ساعت 12 گذشته بود ای ام دادم. واو. این اضافه شده داره اذیت میکنه. آخه الهی. هر کی بهت گفت چرا ازدواج نمی‌کنی بهش بگو زندگی تو رو دیدم برام درس عبرت شد. این بیشتر داره سوس. این اشتباهه. کسی بهت گفت که چرا چرا گیر ازدواج بدی به من؟ دوست دارم. دوستت داره. خب مهراد بیا به تو میگم. کسی بهت گفت چرا ازدواج نمی‌کنی بگو به تو چه آقایشون ندار. آقا داور خودت ادیتوری برادر اما فوش نده. تو بخند اشکال نداره که. تو چرا میخوای نخندی؟ که میخوای بدی ما بخوریم آخر. من بگم خارج از چیو بده بخوریم؟ مجازاتو. من بگم بله. خارج از نوبت. بله بله. میدونین اگه ماکارونی زیاد بخورن چی میشه؟ آقای فنبر برو بیرون. نداری واسه چی میگی؟ برو بیرون. خندیدی بشد به خدا خندیدی. نودل میکنن. مجازات شد. سلام علیکم. الان خنده ها رو گرفتی تعدادشو؟ بله. ما عقب. الف کیه؟ حریف کیه؟ تو بردی؟ خب الان ما باید چیکار کنیم؟ چرا زیاد ریخت؟ بگیر رو بخورش. میتونی من بخندیم دیگه من اصلا. تیم برنده کدومه؟ ما. تیم برنده
بازنده بین ما دوتا بعد ما دوتا میریم بیرون. نه خیر شما دو نفر ما دوتا بردی بشین میخوای بخور یه دقیقه وایسا بچه برای چی بردیم که دوئل کنیم؟ شما دوله نه شما منو خانم هستی حضوری باید بگیری من یه رو به سکه خواهش میکنم لطفا بفرمایید آقای ایکس لطفا خوب بخورش. آقا جو که تقلب نرسونید دیگه پشت صحنه خواهش میکنم. خب بگم اول شما شروع کنید. بله بفرمایید. آقای داور شما میخواید بشین دوئل؟ بله بفرمایید. یه قزوینی میمیره مستقیم میره به سمت سوراخ لایه اوزون. سوراخ دیگه نبود بره سمتش؟ مرده دیگه نمیتونه به اندازه. میدونید چرا من الان دارم کجرامیام؟ دیروز قزوین بودم 200 افتاد چون زیاد بود دیگه گفتم بذار ور دارم شاید نباشه کسی. بعد از ظهرم بود خیابون خلوت بود دیدم یهو یکی اومد خیلی بامزه بود. گناه من چیه اینجا؟ دوربین شماره 1 رو داره. میدونی اسلام به نماز میرسه چی میگه؟ کی میرسه؟ اسلام به نماز که میرسه. نه چطوری ستون؟ ایوالله راحتش بخوام بابا. داری پاره میشی بخواه اشکال نداره. پاره شدم بیشتر از این نمیخوام. جوکام داره تنجی یه لحظه اجازه بده. من بگم؟ من وقتی 4 سالم بود از جلو دختره که رد میشدم دختره برام قش میکرد. البته الانم اگه ردشم قش میکنم ولی بوی عرق. داور نمیخوایم برو بیرون. میدونی تخم مرغ وقتی میخوام مستقلشن چیکار میکنه؟ نه. شونه مجردی میگیره. میدونی مرغا میخوام بگم برام مهم نیست چی میگن؟ میدونی وقتی بین سیاره ها دعوا میشه خدا چی میگه؟ یعنی کیا؟ سیاره ها. نه با مشتریه خب این نمیشه بره بیرون؟ اومدم گرم بزن تو جوکاس اگه با خودم میبرم هستی به نظرت شوهر چجور موجودیه؟ شوهر فعلا موجود نیست بی خود دلتو صابون نزن. یه دونه پیرمرد ته انبار داریم فاکتور کنم اونو. اصلا پیرمردا رو دوست دارم. دوتا گوجه ابوالسنی جوک داره میاد. دوتا گوجه دارم با هم دعوا میکنم مهراد. بعد یه گوجه سبز میاد واسطه گری. بعد از گوجه میگه سید برو کنار حوصله تو یکی و دیگه واقعا ندارم. سید میدونی راز به دوست پسرش چی میگه؟ راز. خودش خنده اصلی حضوری برو بالا سلامتی جان. نه بده آقا بده مجازه کنه اشکال نداره. یه نفس قیصر نه بده خب همشو نمیخواد بکنه. یه بوی بدی داره میاد. میشه تیکه تیکه خورد؟ همشو بخور یه قلوب بخوری بهتر طعمش بیاد. این آب برام میاری؟ این خوشمزه تره یا اونی که قبلا خوردی؟ قطعا این یعنی واقعا قبلیه رو خوردی؟ چیو داری میگی؟ اون این سوس قرمز رو آها خب بذار جکم کامل بگم چرا خندیدی؟ میدونی راز به دوست پسرش چی میگه؟ میگه فاش می. فاش می؟ نه ممکن بود بخندم. ممنونم. فداکاری. همین زیاد آقا که ندارم. بخور نه کامل نخوری. خورش رو بدم بخور مهران چه احساسی داری؟ مهران هنوزم دیگه اون خوشمزه داری گریه میکنی. مهران داره خدا رو میبینه. این چی بود؟ ای پرنده ای پرنده مهاجر هم بریز. مجازات همینجا تمام نمیشه. تو رو خود چی؟ منو بکن. بریز این تو میخورم. بسه مال منه این گلوه این گل مال منه.
اینم بخورم؟ چیو بخوری؟ آبم شارژ کن. میشه بگم بخورم شب برم خونه شما کنم. از الان داره میسوزه. برو بالا کجا بره؟ برو بالا برو درست شو سلامتی. کمر همت دستیم که بکشیمش. دیگه باتی شده همین. نه. برای اینکه تیم بازنده بودین جفتتون یه معجزه دیگه هم بود ولی برای تو نیست. تبریک میگم. خودش شروع شد با مورد اینو بده ذره بخور نخور یا نخور. من دارم آب بیار بابا. نه ندارم. میخواییم من بخورم تا سه نشه بازی نشه. پوریای کلا ششم شفاف رسید به اول رسید سس اول. آقا میشه محتویاتشو بگی چی بود؟ دست خم برم سلامتیه. ای پرنده آب بده بابا، آب بده دارم میسوزم. دهنیه؟ نه تو همون بریزم که بازم میسوزم. بابا آب بده دهنی کنم. من جرزن نیستم. این تهش رو نگاه کنم. آب بخورم دیدی گفتم تو اینو برای من طراحی کردی آقای فیلمبردار؟ خب اولیه رو نخور تو زندگی. ترکیبات اولی: سس مکزیکی، اونی که من خوردم خب سس مکزیکی، سس تند، فلفل سیاه، فلفل قرمز، آب لیمو، سس سیر. بعد اینا با هم ترکیب شده. معده‌ام داره میسوزه، لعنت بهتون. شیر. اما پارت 2 میبازی. دوستان خدا حافظ. شب بخیر.